من گفتند مرحبا پیامبر صالح و پسر صالحم. بعدا سفر را ادامه دادیم، رفتیم به آسمان دوم. حضرت جبرائیل علیه السلام در آسمان را کوفتند و در باز شد و در آنجا حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام را که اینها با هم پسر خاله بودند و اونها را خوردم و به ایشان سلام دادم و ایشان هم برای من گفتند مرحبا پیامبر صالح و برادر صالح. قدم رنجه کردیم به آسمان سوم و حضرت جبرائیل علیه السلام زمانی که در آسمان سوم را کوفتند در باز گردید و وارد شدیم. حضرت یوسف علیه السلام را دیدیم و به او به احترام سلام دادم. حضرت یوسف علیه السلام مرحبا گفت و گفت مرحبا ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. قدم رنجه نمودیم به آسمان چهارم، در را کوفتند برادرم حضرت جبرائیل علیه السلام و زمان وارد شدن در آسمان چهارم حضرت ادریس علیه السلام را بخوردم و به ایشان به احترام سلام دادم. حضرت ادریس علیه السلام برایم گفت مرحبا ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. سپس قدم رنجه نمودیم به آسمان پنجم. برادرم جبرائیل علیه السلام در آسمان پنجم را کوفتند در باز گردید و وارد شدیم. برادرم حضرت هارون را علیه السلام را دیدم و به ایشان به احترام سلام دادم. حضرت هارون علیه السلام برایم چنین جواب گفت مرحبا ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. در ادامه سفر رسیدیم به آسمان پنجم و برادرم حضرت جبرائیل علیه السلام در آسمان را کوفت و در باز گردید و در این هنگام رسیدیم به نزد حضرت هارون علیه السلام و در این هنگام حضرت هارون علیه السلام هم برای ما چنین سلام و پیام را رسانید. رسیدیم به آسمان ششم و واخوردم به حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام برایم چنین درود و پیام را رسانید و زمانی که از نزد حضرت موسی علیه السلام گذر می کردم صدای گریه اش به گوشم رسید. زمانی با حضرت موسی علیه السلام صحبت نمودم، حضرت موسی علیه السلام در جواب گفت بعد من نفر مبعوث خواهد شد که اکثر امت او در جنت است. برادر عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین صفتها را از زبان برادرانش پیامبران پیشین شنیدند که برای سعادت امتان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت زمان به آسمان هفتم رسیدیم، در را برادرم جبرائیل علیه السلام کوفت و در باز گردید و رسیدم به نزد حضرت ابراهیم علیه السلام و او را به احترام سلام دادم. حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که جواب سلام من را برگردانید گفت مرحبا ای پیامبر صالح و ای فرزند صالح. بعدا حضرت جبرائیل علیه السلام من را اشاره کرد به سدرة المنتهی و خود خفا آمد. من گفتم چرا من را پیش گذرانی؟ گفت من اجازه دیگر به این مقام رسیدن را ندارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت زمان قدم رنجه نمودم به سدرة المنتهی، در آنجا یک مقامی بود، یک مکانی بود که از طلا جلوگر بود و بالای او یک ابریشم ملائم بود. بالای او نشستم. روایت های زیادی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدار خداوند را دیدند یا نور تجلی الهی را دیدند یا از زیر پرده صحبت کردند. اما اینجا فضیلت آن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نجات امتانش، برای سعادت امتانش به این مقام رسید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین بیان میکنند که لبی الو سلام علیکم. السلام علیکم.
علیکم السلام. استاد عزیز سلام علیکم. علیکم السلام. استاد عزیز، من همچون یک شهروند به مرکز اسلامی اظهار منتداری بیان میکنم که چون برنامه های فایده بخش رو پیشکش بینندگان میکنن، خواهش میکنیم که همین خیلی برنامه ها استاد زیادتر شود. سلامت باشید برادر عزیز. رحمت برای منتداری صمیمیتان. بیننده عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که در سدرة المنتهی 70,000 فرشته در آنجا این مکان را طواف میکردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این مکان صحبت نمودند. در کتاب تنبیه الغافلین آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از آسمان دنیا به آسمان هفتم رفتند، برادر جبرئیل علیه السلام او را همراهی کردند و زمانی که به سدرة المنتهی رسیدند و با خداوند صحبت میکردند، حضرت جبرئیل علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، ترس و بیم را احساس نکن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: التحیات لله و صلوات و الطیبات. همین عبادت مالی و بدنی زبانیم بر الله باد، بر خداوند آفرنده جهان. خداوند جل شأنه در این جواب برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: السلام علیکم یا ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این کلام خداوندی بود که ای نبی، بر تو سلام و رحمت و برکات باد. و در این هنگام با پیامبر صلی الله علیه و سلم 50 فرض نماز برای او انعام گردید. زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند به آسمان ششم و حضرت موسی علیه السلام از ایشان پرسید که از خداوند برای چی انعام شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: از پروردگار ذوالجلال چنین انعام شد که برای من 50 نماز را فرض گردانید. حضرت موسی علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم را برگردانیدند که برو از خداوند متعال تخفیف نماز را بخواه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بازگشتند و از پروردگار ذوالجلال تخفیف نماز را خواستند. خداوند ذوالجلال 10 رکعت نماز را کم نمودند. زمان آمد به نزد حضرت موسی کلیم الله، باز رسول الله را گردانیدند. در آخر خداوند ذوالجلال 5 وقت نماز را با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر امتانش فرض گردانید. زمان برگشت حضرت موسی علیه السلام گفت: یا رسول الله، ای محمد صلی الله علیه و سلم، برو تخفیف نماز بخواه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: من از این درباری شرم می دارم و این نمازی که ما امروز برادر عزیز 5 وقت نماز می خوانیم در شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض گردیده است. این برای من و شما یک دستاویز زندگی و یک راه جنت است. هر کسی که دعوای امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می کند باید قدر این نعمت را بداند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم راویان کلام بیان میکنند که این لحظه هایی که با خداوند ذوالجلال در شب معراج صحبت نمود، حتی آمد که جایگاه خوابش گرم بود. برادر عزیز، ما اگر در زندگی یک خواب کوتاهی ببینیم، در خوابمون تمام دنیا را سیر میکنیم، اما بیدار میشوی که یک لحظه گذشته است. یعنی اینها همه یک حکمت، یک درس زندگی این برای شناخت مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس برادر عزیز، این نعمتهای زندگی را قدر کنیم. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بر سجده به درگاه خدا، به سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت، گر کعبه روان در آن خانه نماز است. این نمازی که ستون دین من و شماست.
رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز را در شب معراج همچون تحفه برای امتانش آورد، برای مغفرت گناه، برای پاک شدن از گناهان که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند از نماز تا نماز مغفرت گناه است. این بار عظیمی است که بر کوه گران است، این نور درون دل عشاق نهان است. غافل جز تعظیم خداوند چه دانی؟ یک سجده آگاه بهای ده جهان است. یک سجده ای که انسان به درگاه پروردگار با خشوع انجام می‌دهد، این بهای ده جهان انسان است. گر در دل تو درد و غم عشق خدا نیست، این صله و تسبیح تو از بحر ریا نیست. گر اشک چشم تو روان نیست، یقین است که اندر دل سنگین تو یک ذره صفا نیست. پس برادر عزیز، زحمت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتانش انجام دادن باید از جانب امتان قدر شود. باید این نعمتی که پروردگار برای رسول الله صلی الله علیه و سلم انعام نمود، این را باید ما با دل و جان دوست بداریم و انجامش بدهیم. زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند و این سفر معراج را وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان داشتند، یکی از صحابگان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایش گفت یا رسول الله این را بیان نکن که مردم تو را کاذب میگویند، تو را همچون دروغگو ذکر میکنند. اما حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نزد مکه مکرمه آمدند و این آیه و این سفر را بیان نمودند. ابو جهل لعین زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مکه مکرمه دید، در نزد خانه خدا دید، با مسخره آمیز برای او گفت چه خبر آورده از آسمان؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان داشت که من امشب گفت سفر داشتم از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی. ابو جهل لعین پیشخند زد، آیا گفت مردم را دعوت کنم این را میرسانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بله میرسانم. ابو جهل لعین فریاد زد که مردم همه جمع آمدند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که این سفر را بیان کرد، بعضی ها میخندیدند، بعضی ها احسن میگفتند. این خبر را زمانی به ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کردند، رسانیدند. حضرت ابوبکر بیان داشت که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفت؟ گفتند بله. اولین کسی که سفر معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم را تصدیق نمود این ابوبکر صدیق بود که نشان صدیقی یعنی عنوان صدیقی، لقب صدیقی در آنجا با این یار پیامبر صلی الله علیه و سلم سزاوار گردید. پس برادر عزیز، هر زمانی که در زندگی سخن میگوییم، راستی را برای خود پیشه میکنیم، برای ما سعادت روزگار است. شاعر میفرمایند رسولی که پای بر عرش سود، ز پایش سری عرش را تاج بود. یکی جبرائیلش بود مرد کار، یکی عنکبوتش بود پرده دار. برادرای عزیز، بیننده گرامی، مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم مکتب سعادت است، مکتب عبادت است، مکتب اخلاق است. بدین خاطر هر کسی که از این روزگار پیامبر صلی الله علیه و سلم عبرت میگیرد، از این مکانهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را خداوند در شب معراج برایش نشان داد درس زندگی قرار میدهد، او هر آینه در زندگی نجات مییابد. پس برادر عزیز، روزگار پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و خاندانمان سرمشق زندگی باشد. حضرت شمس تبریزی بیان میکنند ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است. ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است. در دهر کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست.
هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرددلان پند مده خویش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. بر مرد خدا پنجه میفکن چه نمرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست مادر شدنی نیست. مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت وفادار درس عبرت است. پس برادران مهربان، امروز اگر در همین زندگی از نظر علم نظر کنیم، از سوی زمین به سوی آسمان سفر کردن یک قوه جاذبه انسانیت را یا طیاره را به خود می کشد. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را ببین، این نعمت بزرگ را خداوند برای او نصیب گردانید و مقامی که رسیدی نرسید هیچ نبی. مقامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحب شد، این مقامی بود که کسی به این مقام سفر نکرده است. خداوند ذوالجلال این خاتم پیامبران را، مکتبش را برای ما درس عبرت قرار داده است. پس برادران مسلمان، جوانان عزیز، وقتی ما از روزگار رسول الله صلی الله علیه و سلم ورق میزنیم، وقتی ما زندگی نامه این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را نظر میگذرانیم، وقتی عذاب‌هایی که از جانب مشرکین برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بهر پیاده کردن این دین پاک اسلام انجام شده است، میبینیم اشک حسرت و اشک غم دیده را فرا میگیرد. لبیک. علیکم السلام. بله، سلامت باشی برادری عزیز. یکون سوال داری برادر جان؟ خدا سلامت باشی، در امان خدا برادری عزیز. و اینجا برنامه گفتگویی رفته ایستاده است برادر. سلامت باشی. دیرتر زنگ بزن که. بله، برای همین دوستای مهربان، زندگی خود عبرت است، حیات خود عبرت است. روزگار رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هر امت عبرت است. کوشش کنیم در حیات، در زندگی، از این درس عبرتی که برای شما در این وقت معین بیان داشتم، برای شما یک درس زندگی را گرفته باشیم و این حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما دستورالعمل زندگی باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچگاه خاطر کسی را نرنجانیده بودند، هیچگاه کسی را سخن درشت نگفته بودند، هیچگاه دل کسی را نرنجانیده بودند. پس برادر عزیز، دل رنجانی این نشانه سعادت نیست. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. غرضها تیره دارند دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. نشان قل اعوذ و قل هو الله چرا در عشق یکدیگر نخوانیم. پس ای برادر عزیز، در پایان صحبتم میخواستم بیان بدارم که این زندگی و این روزگاری که برای شما بیان کردم از بحر یک قطره بود. از روزگار پیامبر صلی الله علیه و سلم یک درس عبرتی بود که زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سفر را برای اهل قریش بیان کردن. بعضی ها از دین غافل شدن، بیرون شدن و کفر رفتن، باور نکردن. اما مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم مکتب عمل است، مکتب باور است، مکتب عبادت است.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.